این فیلمی که میخوام امروز درباره‌اش صحبت کنم فیلم بسیار تاثیرگذاریه، کاری از استودیوی فیلمسازی واجا برادرز، یعنی همون برادران وزارت اطلاعات، در مکتب ولایتیسم و ژانر اتمی. شما نگاه کنید کارگردان در همون سکانس اول با مطرح کردن یکی از دردهای اصلی نظام نفس بیننده رو تو سینه‌اش حبس میکنه. دلم میخواد خوب گوش کنید. تا همین 1 ساعت پیش بالا جلسه بود، همه بودن. خلاصش این که داریم وارد یک وضعیت جدید میشیم، باید کاملا آماده باشیم. خبریه؟ خبر که چی بگم، پرونده ایران تو راه شورای امنیته. یعنی وضعیت قرمزه؟ باید برای عبور از یک بحران جدی به آمادگی 100% برسیم. دوستان، شرایط مطلقا قابل پیش بینی نیست. کافی شورای امنیت کوچکترین چراغ سبز نشون بده، بعد جوری برامون چنگ و دندون تیز کردن. درد اصلی رو گفت، ولی درد که یکی دوتا نیست که آخه. ریزش نخبه ها رو چیکار کنیم؟ هسته خرمه ها رو چیکار کنیم؟ نشتی اطلاعات رو چیکار کنیم؟ در سکانس های بعدی همین دردها به طبیعی ترین و آموزنده ترین شکل ممکن به تصویر کشیده میشه. سیکن شما طرف از اون رئیس رؤسای انرژی اتمیه. جدی؟ یعنی تو پارچین و نویدنم رفت آمد داره؟ گمونم. پس بگو از همه اماکن خوب فیلم بگیره ببریم تو شورای امنیت نشون بدیم. تا حالا از این کاره کرده؟ البته چند سال پیشم براشون یه فیلم ساخته بود. میگفت چند متر رفتن زیر زمین. خوب شد که داری این اطلاعاتو از طریق اسکایپ بهم میدی. جز خودم و خودت هیچ کی دیگه نمیفهمه. خب همین دیگه. ببین قول دادی ها. آره قول مردونه دادم. من فقط به شورای امنیت میگم، به کسی دیگه ای نمیگم. شخصیت های منفی این فیلم تمام ویژگی های یک یاوه‌گوی شرق و غرب رو دارن. پیشونی کچل همراه با موهای دنبسبی، ببینی یعنی یه تلفیق استکباری. وقتی هم که ریش پروفسوری بهش اضافه بشه دیگه اند نقش منفی میشه. بیا و تماشا کن. شخصیت های منفی دیگه هم خیلی منفی هن. چون شما نگاه کن موبایل دارن، لباس های رنگی دارن، خونه هاشون شیکه و از همه مهمتر انگلیسی صحبت میکنن. Hello, this is Moheb. Can I talk to Andras, please? Okay. ضمناً نگاه هایی که به هم میکنن خیلی منفی بافانه است. یعنی همچین منفی تو منفیه. شما فقط همین نگاه رو ببین، همین نگاه اصلا این نگاه رو ببینی از این شخصیت ها متنفر میشی. hate them. در سکانس بعدی یه آقا استکباریه میاد میره تو فاز دانشمندای هسته‌ای. طرف تا بخواد به خودش بجنبه ببینه ای دل غافل وسط یه مأموریت جیمز باندی ضد نظامه. از قیافت معلومه که از نظام خسته شدی و میخوای در راستای منافع استکبار یه قدمی برداری. من باید چیکار کنم؟ این یه وسیله خیلی پیشرفته است که میتونه از توی کله آدما فیلم بگیره. تو باید این رو بذاری زیر عمامه عظما. میخوایم ببینیم تو کلش چی میگذره. من بعد چی؟ بعد ما این فیلم ها رو به عنوان فیلم ترسناک میبریم توی شورای امنیت پخش میکنیم. یعنی شما میخواید که من باید از روی فیلم ها کپی بردارم؟ نه، از روی مغز عظما کپی بردار. یعنی من به شوهرم خیانت کنم؟ تو داری به جمهوری اسلامی خیانت میکنی. دیگه زیر این سقف که خیالی نیست. بابا این که گریه نداره. احمدی نژاد که نوچه عظما بود بهش خیانت کرد. به جای آبغوره‌گیری برو سریع مأموریت رو شروع کن.
جلوی سینمای شورای امنیت همه صف کشیدن و منتظرن. الان دیگه همه چی مهیاست تا دانشمندای نظام اطلاعاتو بدن به استکباریا. مامورای پخمم بیشتر نقش سیاه لشگر دارن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. ما بعد از غنیسازی اورانیوم اونها رو توی کلاهک میذاریم، یه چاشنی هم زیرش و اون وقت دیگه بمب اتم آماده میشه. بمب اتمی که مقام عظما فکر میکنه فقط با کمک اون هست که میتونه نظام رو از این بدبختی بیرون بکشه. و تا وقتی بمب آماده نشده شما نباید این چیزهایی که من میگم رو به کسی بگید. این حرفا خیلی سریه. در این سکانس دانشمند هسته‌ای نظام که خودشو به خواب زده عمدن بیدار نمیشه تا زنش اطلاعات هسته‌ای نظامو برداره و بفرسته واسه استکبار. تو این سکانس اصلا شما نگران بیدار شدن دانشمنده نباشی، یعنی استرس به خودتون ندید، چون تا وقتی کارگردان کات نده یارو بیدار نمیشه. با بررسی این اطلاعات استکبار از اون چیزی بو میبره که 20 سال داریم تلاش میکنیم که بو نبره، اما بو میبره. ما کاملا مطمئنیم که اینا دنبال ساخت سلاح اتمی هستن. برای جلوگیری از این فاجعه پیشبینی هایی هم شده. ابزارهای دقیقی هستند که محیط‌های آلوده به رادیواکتیویته رو که مربوط به مرحله ساخت سلاح اتمی هستن چک میکنه و به ما هشدار میده. این یکی از اون ابزاره. یک سنسور کوچک و خیلی دقیق که طبق آموزشی که بهتون میدم باید در سایت نصب بشه. حالا میرسیم به حساس ترین و سوسپانس ترین سکانس این فیلم. برای طراحی این سکانس کارگردان تمام جاسوس های وزارت اطلاعات رو به خدمت گرفت تا در بیارن که چجوری میشه مثل آب خوردن یه سنسور رو توی نیروگاه هسته‌ای وارد کرد، یعنی انداخت. کاری که تو باید بکنی اینه که روز فیلمبرداری از گزارش همراه با وسایل و لوازم فیلمبرداری سنسورم با خودت میبری داخل سایت. قبل از اینکه فیلمبرداری شروع بشه به بهانه شستن دستت وارد یکی از دستشویی‌ها میشی. ببخشید من میتونم برم دستمو بشورم؟ خواهش میکنم. با اجازه. داخل دستشویی با احتیاط کامل از پشت ساعت سنسور رو خارج می‌کنی. در آخرین مرحله خیلی عادی و بدون اینکه توجه کسی رو جلب کنی در یک فرصت مناسب وقتی که هیچ کس مواظب تو نیست پای چپتو میاری بالا، پاشنه پاتو یک ضربه به زمین میزنی. سنسور زیر پاته. حالا کافیه با نوک پات یک ضربه به سنسور بزنی که بره زیر دستگاهی که همون نزدیکی هست. به این ترتیب معلوم شد که تمام راکتورهای نظام اینقدر سوراخ داره که الان پر سنسوره. مامورای وزارت اطلاعات هم عرضه هیچ غلطی رو ندارن. دانشمندام که همه ریزشی هن. خب تو چنین شرایطی خب نظام راه دیگه ای نداره که مجبوره که دانشمندا رو سربنیز کنه. این موضوع سکانس انتهایی فیلمه، یعنی end of sequence. در این صحنه یکی از سربازای گمنام نظام یکی از دانشمندای ریزشی رو طوری میریزونه، یعنی طوری میقچونه که دیگه یارو بلند نشه.